هم میهنان آخوند باید گم بشه، اسم خدا و شیعه باید از پرچم ایران پاک بشه، شیر و خورشید بیاد. سست و پل الدنگ، این چه حرفیه میزنی؟ شیر و خورشید خودش نماد اسلام و شیعه است. میخوای آخونده رو بندازی بیرون منو بذاری اونجا؟ ها یعنی چی؟ تو مگه نماد بابای من و شاهنشاه آریامهر نیستی؟ نه والا، داستان من برمیگرده خیلی قبل‌تر، زمان صفویه. پرچم ایران باید نماد تشیع و اسلام باشه. یه شیر میکشیم نماد شیر خدا امام علی، یه خورشید نماد پیامبر و روشنایی امت، شمشیرم که نماد ذوالفقار. همینو ببرید بزنید روی پرچم‌ها و نشانهای سلطنتی. یالا. ای بابا لامصب، هر سوراخی رو دست میکنم توش یه آخوند اونجا نشسته. اصلا تهران حمله کرد، این آخوندا رفتن، منم باهاشون میرم. این آخوندا جای بد نمیرن. شورزاده سری بعد جای آب میوه شیر کاکائو بدی دیگه کار آخونده تمومه.